سلام دوستان، امیدوارم خوب و پیروز باشید. میدونید تو فضای مجازی شاید خیلی شنیده باشید یا خیلی که تو کتابا خونده باشید که چطور در مورد رمز موفقیت، این که آدم چطور میتونه تو کارش، چطور میتونه تو هر کاری که انجام میده، حالا میخواد شغلش باشه، بیزینس باشه، تحصیلش باشه، هر کاری، چطور آدم میتونه موفق باشه. خیلی چیزا در موردش شنیدید. میگن باید سخت کار کرد، صبر داشت، استقامت کرد، اعتماد به نفس داشت، عرض کنم که انگیزه بالا داشت و در نهایت به استقامت رسید. تمام اینا درسته، اما آخرش و تهش تمام اینا اینه که آدم اون کاری که میخواد انجام بده باید دوست داشته باشه، واقعا از ته دلش دوست داشته باشه، یا او کاری که دوست داره انجام بده. اگه او کاری که دوست داره انجام میده یا او کاری که داره انجام میده دوست داشته باشه، تمام این رمز، تمام این راه و روش های موفقیت خودش میاد. و این خیلی نکته جالب بود به نظر من. آدم اگر کار رو میکنه که آفتابم الان از پشت ابر در اومد آدم اگر واقعا کار رو بتونه انجام بده که دوست داشته باشه، مطمئن باشین در اون موفق میشه. تمام این کتاب ها و عرض کنم که صحبت ها و حرف هایی که بزرگان در مورد موفقیت میزنن که همش هم درسته، اینا آخرش اینه که آدم باید اون کار رو دوست داشته باشه. مثل خود من 5 سال قبل که می‌خواستم مهاجرت کنم به استرالیا بعد 20 سال، خیلی از من میپرسیدن چرا میخوای بعد 20 سال کارمندی، جا افتادی، خونه زندگی داری، میخوای مهاجرت کنی اینجا؟ واقعا من در اون لحظه خیلی نمیتونستم توضیح بدم، ولی واقعا دوست داشتم و لذت بردم از این کار تو این 5 سالی که اینجا بودم. یا خیلی ها به من میگن که الان من میخوام یه چیزی رو شما نشون بدم، سرمو از ته زدم برای اولین بار. خب خیلی ها میگن که چرا این کار کردی؟ بخاطر که اینجا تابستون گرمه. نمیدونم قشنگ حالا بهشون توضیح بدم. واقعا دوست داشتم این کارو کردم و دارم لذت میبرم. دارم مثالای خیلی ساده و پیش پا افتاده میزنم. اینطوریه که آدم از زندگی لذت میبره، اینطوریه که آدم حالش خوب میشه. منظور من این که آدم هر کاری که دوست داره بکنه، حتی همین کارهای کوچیکه، چون آدم باید تو زندگیش که حالا یا کوتاه یا بلنده یا هر چی هست، اگر کاری بکنه که دوست داره یا کاری که انجام میده دوست داشته باشه، حالش خوب میکنه. اون موقع است که آدم از نفس کشیدنش لذت میبره، از روزها لذت میبره. مهم نیست امروز چند شنبه است، مهمی که شما امروز شروع کردید با قول معروف انرژی و این که دارید لذت میبرید. میدونید ما اومدیم اینجا تو این دنیا که زندگی کنیم، نیومدیم یه کارایی رو تون انجام بدیم، با یک بریم انجام بدیم و بریم. میدونیم ما خیلی کارامون ریلیه. به دنیا میایم، میریم مهد کودک، میریم مدرسه ابتدایی، میریم دبیرستان، بعضیا میرن دانشگاه نمیرن، میریم ازدواج میکنیم، میریم سر کار، بچه دار میشیم، بچه‌مون بزرگ میکنیم، یک مدت هستیم، بعدم خداحافظ شما. این ریله. البته خب یک چیز طبیعیه و همه همینطور هستن. من نمیگم که حالا درستی یا غلطی نمیخوام بگم، ولی بعضیا تو همین مسیر ریل زندگی میکنن. چرا؟ چون اون کاری که دوست دارن رو انجام میدن و این خیلی لذت بخشه. میگید نه، امتحانش کنید. اون وقته که معنای زندگی مشخص میشه، اون وقتی که میدونیم زندگی چیه. شما نگاه کنید، اگر زندگی های استیو جابز ها رو نگاه کنید، زندگی های ایلان ماسک ها رو نگاه کنید، زندگی اینشتین ها رو نگاه کنید، زندگی مخترعین بزرگ از گراهام بل گرفته تا ادیسون نگاه کنید، انواع زندگی جی کی رولینگ ها، نویسنده هری پاتر که من همیشه مثال میزنم، نگاه کنید، و زندگی خیلی از کسایی که الان ما میگیم بزرگان و اون قبلا این آدم معمولی بودن رو میبینید. به خاطر چیه که اینا شاخص شدن در تمدن بشری، بدنه تمدن بشری رو ساختن؟ به خاطر اینکه اون کاری که دوست داشتن رو انجام دادن. منظور من از دوست داشتن در واقع این. امیدوارم که همیشه در کاری که دوست دارید انجام میدید یا اون کارهای یا اون کاری که دارید دوست داشته باشید. امیدوارم موفق و پیروز باشید.